با سلام درود خدمت دوستان عزیز. طبق روال همیشه بریم سوالات شما دوستان عزیز رو پاسخ بدیم. خب این دوستمون پرسیده که در مورد تفاوت‌های فردی که توی دفترش آورده شده یعنی چی، یعنی چه مواردی رو باید بدونیم. خب یکی از موضوعاتی که در حین تدریس یا سایر فعالیت‌های معلم در کلاس درس هست اینه که باید به تفاوت‌های فردی دانش آموزان دقت کنه. برای اینکه بخواید با موضوع بهتر ارتباط بگیرید، ما باید 4 گام رو برای تفاوت‌های فردی در نظر بگیریم. مرحله اول شناخت هست، مرحله بعدی دسته‌بندی، عملکرد و ارزیابی هستش. خب در مرحله شناخت شما باید در رابطه با تفاوت‌های فردی شناختی رو داشته باشید و مطابق اون بیاید دسته‌بندی کنید دانش آموزتون رو. در گام اول که شناخت هست، ما برای شناخت تفاوت‌های فردی 6 گروه و 6 دسته‌بندی داریم که دسته‌بندی اول توانایی‌های شناختی هست، مثل هوش و مهارت‌های حل مسئله و حافظه. به عنوان مثال دانش آموزی که اعداد رو خیلی بهتر از سایر دانش آموزای دیگه با حافظه‌اش میسپره، این از مهارت‌های شناختی بخش حافظه بهتری برخوردار هست. یا بحث هوش و مهارت‌های حل مسئله. مورد بعدی سبک‌های یادگیری هست، میتونه دیداری باشه، شنیداری، حرکتی یا خوندنی باشه. خب سبک‌های یادگیری تعیین میکنه که شما از چه روش تدریسی توی کلاستون استفاده کنید. قطعاً به عنوان مثال در کلاسی که 20 دانش آموز داره، هر کدوم از دانش آموزان سبک‌های یادگیری یکسانی رو نخواهند داشت و شما با توجه به سبک یادگیری هر دانش آموز یا اکثریت سبک یادگیری دانش آموزان میایید و روش تدریستون رو میچینید. مورد بعدی شخصیت هست. انواع و اقسام شخصیت رو برای هر شخص در نظر بگیریم. توی این قسمت میتونید از تست شخصیت شناسی 16 گانه MBTI استفاده کنید و شخصیت‌های مختلف رو برای هر دانش آموز به دست بیارید. به عنوان مثال درونگرا، برونگرا، عاطفی، منطقی و سایر موارد. گروه چهارم استعدادها هست. استعدادهای هنری هست، علمی هست، ورزشی هست، زبانی هست. گروه بعدی علایق هست، علایق علمی، هنری، ورزشی، اجتماعی و گروه آخر هم دسته‌بندی آخر هم پیشینه‌های فرهنگی هست، قومی، مذهبی و زبانی. به عنوان مثال در قسمت پیشینه‌های فرهنگی اگر بخوایم مثالی بزنیم، نحوه تدریس و فعالیتش در یک کلاس 2-3 نفره کوچک روستایی با یک کلاس 20-25 نفره داخل یک کلاس شهری قطعاً متفاوت هست و این نیازه که معلم ما تفاوت‌های فردی رو بهش دقت کنیم. مثال‌های بسیار زیادی هستش که به دلیل ضیق وقت قطعاً نمیشه توی یک ویدیوی کوتاه اون رو بررسی کرد.